سلام بیننده ارجمند، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای امروز جمعه 17 ایول. بازگردانی مهاجران با دشواری پیش می رود. پروازهای منتظم برقرار نشدند. فرودگاه‌های تاجیکستان تا پایان پاندمی کرونا ویروس پایدار خواهند ماند. حکومت روسیه اخراج و یا دپارتاسیون شهروندان خارجی را کاملا به اختیار وزارت کارهای داخلی داد. تاکنون پلیس به نگهداشت افرادی که باید دپارتاسیون شوند مشغول بوده و خود روند اخراج را سود اجراچی که در روسیه سودبنی پریستاو نام میبرند تشکیل میکرد. برخوردهای مسلح در مرز آذربایجان و ارمنستان الکی جان 16 کس را گرفت، اما ساکنان نزد مرزی میگویند مکان زیستی خود را ترک کردنی نیستند. ما از خانه ها و زمینمون هیچ جا نمیرویم. ما نمیگریزیم. کودکانمون ترسیده دختران زیاد گریستند. تا آخر ماه ایول پروازهای چارتری میان مسکو و دوشنبه هر روز انجام داده خواهند شد. روسیه برای انجام پروازهای علاوگی چارتری پس از درخواست حکومت تاجیکستان اجازت داده است، اما فروش بلیط یا چیپتا به هواپیماها تنها طبق رویخطی ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه به راه مانده می شود. در حالی که پروازهای منتظم برقرار نشدند، مأموریت فرودگاه‌ها در تاجیکستان از زیان مالی بی‌سابقه خبر می‌دهند. مسئولان فرودگاه کلاب میگویند در صورت حساب این کارخانه 1 درم ندارند و اکثر کارمندان را به رخصتی بیمزد فرستادند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از شهر کلاب. توقف پروازها فرودگاه بین‌المللی کلاب را در وضع دشوار قرار داده است. روز 15 ایول در صحبت با خبرنگاران، مسئولان فرودگاه بین‌المللی کلاب گفتند که در صورت حساب فرودگاه پول نیست و از این رو اکثر کارگران در رخصتی بیمزد قرار دارند. 5 مورای دربار گرفته است، همین 5 بوده 9 میلیون ادیسونی. چقدر کارمنداتون از در رخصتی بیمزدند؟ قریب 60% کارگران هم در رخصتی بیمزدند. مسئولان میگویند که فرودگاه در گذشته با کم شدن پروازها درآمد کمتر به دست آورده بود، اما در 10 ساله اخیر با چنین حالت برای اولین بار مواجه شده است. در ماه مارس با سرایت سراسری کرونا ویروس تاجیکستان رواهای بین‌المللی هوایی را قطع کرد و کارگران فرودگاه کلاب عملاً به شغل ماندند. به قول مسئولان فرودگاه اگر دولت کمک مالی کند آنها امکان می‌یابند که معاش کارگران را پردازند. بخش اصلی مسافران فرودگاه کلاب را مهاجران کاری تشکیل می‌دهد. مسئولان فرودگاه میگویند آنها هم منفعت دارند که روسیه به هواپیماهایش اجازه پرواز دهد تا کارها در فرودگاه آغاز شود و کارگرانشان سر کار برگردند. فرودگاه کلاب سال 2006 مقام بین المللی را صاحب گشته و در گذشته نه فقط به روسیه بلکه به قزاقستان و چین هم پرواز انجام داد، اما این پروازها قطع و بار اول سال گذشته شرکت سامان ایر به سمت روسیه و ساکنان محلی را برای ادای حج به عربستان سعودی انتقال میداد. باری آخر شرکت سامان ایر 24 مارس 2 پرواز چارتری از روسیه انجام داد و با همین پروازها به فرودگاه بین المللی کلاب قطع شد. با گفته مسئولان فرودگاه تا آخرهای سال 2016 از فرودگاه بین المللی کلاب به سمت روسیه در یک هفته 4 و در سال 2017 هفته 2 پرواز صورت می گرفت که فایده مالی فرودگاه را کاهش داده بود. مسئولان فرودگاه حالا منتظرند که پروازها از سر گرفته می شود و فرودگاه به حالت عادی فعالیت برمیگردد. محمود جان رحمتزاده، رادیو آزادی، کلاب. پلیس در روسیه روند دپارتاسیون و یا اخراج شهروندان خارجی را پورا در اختیار خود گرفت. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک است و قسمی از آنها بنابر سبب‌های گوناگون به تاجیکستان دپارتاسیون می‌شوند. تغییرات نو در قانون‌های روسیه روی مهاجران تاجیک چه تاثیر خواهد گذاشت؟ میرزا نبی خالقزاد ادامه می‌دهد. در روسیه ترتیب نوی دپارتاسیون و یا اخراج شهروندان خارجی و از جمله مهاجران کاری عملاً به اجرا درآمد. در این باره امر رقم 239 وزارت کارهای داخلی روسیه صادر شده است. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در روسیه روز 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت منبعد تنها اداره های پلیس در روسیه روند اخراج شهروندان را تشکیل می‌کنند. تاکنون پلیس به نگهداشت افرادی که باید دپارتاسیون شوند مشغول بوده و خود روند اخراج را سود اجراچی که در روسیه سودبنی پریستاو نام میبرند تشکیل میکرد. Как было раньше? Раньше
то ба ҳол чӣ гуна буд? Судиҷрочиён бевосита раванди ихроҷи шаҳрвандонро амалӣ мекарданд. Полис бошад ба нигаҳдории ихроҷшавандаҳо дар боздоштгоҳҳо машғул буд. ҳоло ҳама ин ба дасти вазорати корҳои дохилӣ гузашт. Сейчас это все окажется в одних МВДшных руках. шаҳрвандони хориҷӣ ва ё муҳоҷирони корӣ дар Русия бо ҳукми додгоҳ аз қаламрави кишвар берун ва ё видбарения мешаванд. аммо Чупик мегӯяд дар баъзе ҳолатҳо муҳоҷирон довталабона хоки кишварро тарк намекунанд ва вақте пулис онҳоро боздошт мекунад ба бозошгоҳ мефиристад то замоне ки чиптаи сафар ба ватан ва дигар расмиёти депортатсия анҷом шавад. то ба ҳол ба муҳоҷироне ки барои билет харидан пул надоштанд хадамоти судиҷрочиён ва ё приставҳо чипта мехариданд. ҳоло акнун ин масъала ба дӯши пулис вогузор карда шуд. Валентина Чупик мегӯяд дар аксар маврид муҳоҷирон дар Русия ҷарима ва ё пули алименти носупурда доранд ки монеи депортатсия мешавад. бинобар қонунҳои роиж дар Русия шахс аз қабл аз ихроҷ шудан аз Русия бояд ҳама ҷарима ва дигар ӯҳдадориҳои молиявиашро иҷро кунад. аз рӯи маълумоте ки муҳоҷирони кории тоҷик аз 5 шаҳри Русия ирсол доштанд, ҳоло беш аз 200 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар бозошгоҳ интизори ихроҷ ва ё депортатсия ҳастанд. бинобар пандемияи коронавирус ва қатъи парвозҳо ба Тоҷикистон аз 20 март депортатсияи муҳоҷирон аз бозошгоҳ низ мушкил гашт ва онҳо моҳҳо боз интизори бозгашт ҳастанд. وزارت امور خارجه تاجیکستان از نزاع آذربایجان و ارمنستان اظهار نگرانی نموده از آنها دعوت کرده است آتش بس اعلان نموده و از راههای دیپلماتیک کار بگیرند. دعوت تاجیکستان به آتش بس در حالی است که در مرز ارمنستان و آذربایجان از 12 ایول به این سو زد و خوردهای مسلحانه ادامه دارد. آذربایجان درباره مرگ 11 نظامی خود اطلاع داده، جانب ارمنستان گفت 4 سرباز کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. ساکنان دهات مرز میان آذربایجان و ارمنستان میگویند در برخوردهای اخیر که 12 ایول شروع شده‌اند، خانه‌هایشان مورد آتش توپخانه قرار گرفتند. ابتدا تیر به اینجا برخورده آن را کاملا ویران کرد. ببینید در داخل به طرف مقابل حجره برخورده است. ایگپر یکی از دهات مرزی ارمنستان است که هدف قرار گرفته بود. وقتی آتش توپخانه وزنین آغاز یافت آن دهشت بود. ما هیچگاه شاهد چنین آتش نبودیم. در سالهای 1988 تا 1994 آذربایجان و ارمنستان برای نظارت منطقه قره‌باغ کوهی جنگ کردند. برخوردهای هفته روان کلانترین مناقشه در 4 سال اخیر ارزیابی می شود. وقتی آتش توپخانه به اینجا رسید فکر کردیم که دنیا چپه شد. آتش به منزل اصابت کرد. منزل کنار آن هم از آتش توپخانه زیان دید. اینجا عرابچه کودک بود. کاملا ویران شد. آن را به بیرون برآوردم. Kendimizi bütün akşamaca bizim belki 20-25 tane. دهه ما کمش 20-25 دفعه تیرباران شد. تنها یک خانه و چند حوله زیان دیدم. Çıkmak olan heyetlerin aynalarını, ondan sonra heyetlerini ziyanlık değil. در برخوردهای هفته روان از هر دو جانب کم 16 کس به هلاکت رسیدند، ولی ساکنان دهه آذری اصرار می‌ورزند که به هیچ جای کوچ نخواهند بست. ما از خانه ها و زمینمان هیچ جا نمی رویم. ما نمی گریزیم. کودکانمان ترسیده، دختران زیاد گریستند. در ناحیه اقدم سربازان تیر و مینه‌های ناترکیده را خنثی می‌کنند. در ارمنستان هم مردم زیر خوف و خطر به سر میبرند. ما هیچگاه شاهد چنین تیرپرانی وزنی نبودیم. آن ما را ترساند. ما در تهخانه پنهان شدیم. هیچگاه این خیلی نترسیده بودیم. جانب‌ها یک دیگری را مسئول برخوردهای اخیر مینامند.
در نزدیکی گذرگاه مشتکاوا در مرز روسیه و قزاقستان در برابر مهاجران ازبک 106 نفر مهاجران تاجیک از 15 تا 20 روز انتظار گذشتن مرزند. آنها امید دارند مرزبانان آنها را میگذارند تا از راه زمینی به تاجیکستان روند. با خروج دوباره کرونا ویروس در قزاقستان امید به باز شدن مرز کمتر و انتظاری آنها طول میکشد. در این میان چند تاجیکانی سخاوتمند به کمک هموطنان شتافتند و به آنها آب و خوراکواری آوردند. مومن احمدی گزارش میدهد. افراد ناشناس به مهاجران درمانده در مرز روسیه با قزاقستان کمک کردند. خیرخواهان گفتند که از وضع این مهاجران درمانده در مشتکاوا از گزارش رادیوی آزادی خبر یافتند. در این منطقه 106 مهاجر 20 روز باز در انتظار بازگشت به تاجیکستان هستند. بعد چندین روزهای نیم گرسنگی آنها باری اول آش خوردند. مهاجران تلاش دارند برای زنان یگان ساختمان خردی بالا پشتار سازند که آنها از باد و باران کمی هم باشد در امان باشند. به خاطر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس راه به تاجیکستان از آخر ماه مارس بسته است. مقامات میگویند از خارج کشور طریق پروازهای چارتری تنها زنان حامله و مهاجران بیمار به وطن برده میشوند. با گفته مقامات مهاجران را گروهی از راننده ها با هدفی به تاجیکستان بردن تا مرز قزاقستان آوردند. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه عبدالمومن خلیلوف شخصی متهم به قتل دلاورشاه شامیروف کارمند یک نقطه ماشینشویی در پایتخت را 14 سال از آزادی محروم کرد. اما قضیه قتل شامیروف انجام نیافته است چون تفتیشات دلیل دارد که شخص دیگری نیز در قتل او همدست بود. در دادگاه همچنان اعلان شد که نسبت کارمند مرکز تشخیص سودی و طبی نیز پرونده جنایی باز شده است چون در آغاز سبب مرگ شامیروف را این کارمند سکته مغزی ارزیابی کرده بود. ادامه موضوع در گزارش اسکندر فیروز و برات یوسفی. دادگاه ناحیه شاه منصور عبدالمومن خلیلوف ساکن ناحیه رودکی را در قتل همکارش دلاورشاه شامیروف ساکن 27 ساله شهر دوشنبه گناهکار دانسته برای 14 سال روانه زندان کرد. نزدیکان دلاورشاه شامیروف میگویند دادرس با اعلان حکم گفته است عبدالمومن خلیلوف نفر گناهکار مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین خواهد گذراند. شرکتداران جلسه نهایی دادگاهی میگویند بر اساس شهادت شاهدان در برابر نفر دوم نامعلوم که در قضیه قتل دلاورشاه شامیروف شرکت داشته است دادستانی شهر دوشنبه پرونده جنایی باز کرده است. وقتی سود گفت که جزات هم میبینید در نزد قانون کشتی بچه هم میزنه که جزاش هم میبینی. سود نقض رفتار کرد، پروکورور هم نقض رفتار کرد. بهادر عیسی‌زاده دادرس این پرونده جنایی به خاطر انجام نشدن مهلت قانونی شدن حکم از شرح بیشتر قرار دادگاه خودداری کرد. نورالدین غفورов وکیل دفاع محکوم شده عبدالمومن خلیلوف نظر خود را به حکم دادگاه در برابر نفر زیر حمایتش و اقدام‌های بعدیشان شرح نداد. اما آنها 10 روز مهلت دارند که در برابر قرار دادگاه و زینه‌های بالایی شکایت برند. در این باره گفت زدن که شخص نامعلومه و گفتن گیرن بیو نسبت اکسپرت هم وای داریم ما دلک شده. محکوم شده عبدالمومن خلیلوف با مرحوم دلاورشاه شامیروف در یک نقطه شستشوی ماشین‌ها در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه کار می‌کردند. عکس جسد دلاورشاه ابتدا در شبکه‌های اجتماعی در یک راهرو نزدیک کارخانه نساجی پایتخت پیدا شد. در آغاز تشخیص سودی طبی به نزدیکان خلاصه پیشنهاد کرده بود که فرزندشان از سکته مغزی فوتیده است. نزدیکانش جسد دلاورشاه را 2 روز بعد از حادثه از سردخانه پیدا کرده بودند. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه آن زمان خبر داده بود که عبدالمومن خلیلوف با دلاورشاه شامیروف شام 22 مارس مناقشه کردند که در نتیجه عبدالمومن با یک ضربه مشت دلاورشاه را به زمین افکنده است که در نتیجه دلاورشاه هلاک شده است. بینندگان عزیز اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.